خرتم دیگه. میدونم اگه من یس باشم نیکانو باشه کدوممونه؟ تو چرا الان داری اینقدر بحث رو سخت میکنی؟ های گایز چطوری؟ خیلی خوش اومدید به کانال من. امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون بیاد. رو اول سابسکرایب کنید، لایک و بکوبید، زنگوله رو بمالش. تو چی میگه؟ بابا ریدم به خودم، من تو رو دارم نگاه میکنم میترسی. برو مستقیم، برو عقب، برو مستقیم. چیه؟ یه سایه ندیدی رد شد؟ مامانم خوب. آدم تو این خونه زندگی میکنه. من بازی قطع میکنم. به خاطر اینکه قلبم الان درد گرفته. نظر کمک کن. نه تو 4-5 چیزی نگفتی، الان میگم 4-5 تا چی نگفتم؟ نمیگم اینقدر پررویی نمیگم. این مگه میشه 3 تا دیگه؟ الان 2 تا نگفتی، اینو نگی میشه 3 تا نمیگم. نمیخرم. اینقدر پررویی نمیگم. بچه‌ها اگه بخره میدونستید همراه با این خریدش جایزرم ویدیو بعدی جو بعد ویدیو بزنم گول نمیخورم. دوست نداری اصلا واسه صورت پروا کجا کمک کردم دیگه، اصلا واسه صورت نیست. اصلا واسه صورت در حال من میخوام نمیگم. نه خدای نمیگم. بذار بگم اذیت نکن بچه‌ها. خدا یه دقیقه وسیله برقیه همینجوری ازم سوال پرسید 20 سوالی میگه جواب بدم کمک کنم. برقی هم نیست. برقی نیست. برو. چیزه بابا باشه واسط میخرم، خودم میگم. 2 دقیقه دیگه میمونی. خب اصلا بدبخت شدی. این تو خوب شاکیه 2.4 قیمته. اینم 1.4 اگه مهراب یس باشه ارسلان نو، کدوم رو انتخاب میکنی؟ یادت توی یه لایوی بین مهراب و ارسلان، خب من کوشن باکس بود. خب معلومه من مهراب رو انتخاب میکنم چون خیلی قدیمی تریم، چون خیلی رفیق دارم. آفرین. الانم مهراب دعوا داشتم. الانم مهراب رو انتخاب میکنی. من نوام. 2 تا تو. یکی مون. 2 تا. تو چی بودی؟ نو. چون یوتیوب توه به پاک من یس باشم نیکانو باشه کدوممونه؟ تو چرا الان داری اینقدر بحث رو سخت میکنی؟ نه تو هم ساخت کردی. نه نه من بین رفیقای دخترت گفتم. رفیقای پسرم که من رفیقای دخترت. نیکا داداش سرمندتم. تو چی بودی؟ یس بودی. به یاد موندنی خاطره هنوزم به نظر من لبه سال 5 صبح سری گذاشتم دلم شمال میخواد. بعد ارسلان زنگ زد به هم که پایه الان بریم ساعت 9. بعضی موقع واقعا چوس میکنی؟ من که خیلی وقت نه تو خیلی چوس کردی. بعد یه جوری چوس میکنه. خب اون سری اصلا خوب شده بود، میخواستم تنهایی برم موتور سواری کنم. بعد از دستش فرار کردم. این وسط کیش بود. بعد منم بدم میاد مثلا یک فکر کنم مثلا قایم شده بودم رفتم تو آشپزخونه یکی از کافا. آره دیگه. بعد اومد خیرمو چسبید. این مدلش رو کسی ندیده، ماجرامون به اینجا کشیده، عشق تو به قلبم رسیده خودت. بچه این همون عطریه که توی یه ویدیو یوتیوب من گفتم یه دونه عطر داره واقعا خوشبوه. این همون کارنوال. میشه توضیح بدی؟ من واسه این خیلی این خوشفاز و ارسلان گرفته واسم. اینو 1 سال پیش واسم گرفته بود. یه هشبای گوگل مگوی از این 2 طرفه هاست. آره من الان مود خوشحالمه. بچه این گله میدونید چیه؟ اینجام بابا من اینجام داری کجا رو میگیری؟ دوربینو اینجا بود چرا؟ ارسلان وقتی میخواست با هم آشتی کنه این گله رو واسم خرید برای آشتی. چی بنویسم؟ خرتم دیگه. میدونم. قلبامون پیش هم جامون، سر هم با دنیا میشه دعوامون. ثانیه ها داره همینجوری میره، واسه پشیمونی دیره، همه برن مانه. مهربونی که
خیلی مهربونه. نسبت به من یا کلا؟ نه کلا دارم کلا میگم. 10 ولی نسبت به من 0. اصلا به من مهربونی قابل اطمینان بودن. در خدایی زرنگ بودن. اگه دوتای نقشه بکشی واقعا در مثل نقشه ها میکشی که این سری چیزها رو به دست بیاری. خلیقه عطری 10 خدای عطرای خوشبویی میزنن. چطور بزنی؟ هیچ وقتم بو نمیده، پاکیزه است، خیلی خوشم میاد. عجب حلوای قندی تو، امیر بیگزندی تو، عجب. چون قصد ازدواج نداری؟ نه دخترم ولی داره. قربونی بخواهد بکن قربونی داره تمرکز کرده بودم اینجوری نمیدونم چجوری کنم. باش 3 دقیقه این وریشو ببینم کجا میتونم کامنتار بخونم. من داد نزنم، من خیلی عصبی و گوشته هستم. چی وجود داره؟ همه چی. مثلا من تو ماشین و یکات کتم. مردی ها. الان من شیر نکن جلوی این همه آدم پاشم برم اون جلو هم الان من میرم اصلا. بوی اون عطری که از زارا گرفتم هم بزنم به کلم تو. بسته بکش. اینجا قشنگ چه پارک. Daha geçer mi sensiz darmadağın? Yapayalnızım. Oy mamanın درست زنگ میزنم. جانم مامان. جان. دلم تو بمونی فقط پیش